در تولید عسل در ولایت فرا در این اواخر افزایش چشمگیری آمده است. کسانی که در ولایت فرا فارم‌های زنبورداری و تولید عسل دارند مدعی هستند که عسل این ولایت جلوی واردات عسل ایرانی را گرفته است. با گفته آنها اگرچه عسل ایرانی به قیمت ارزان‌تر در بازار به دست می‌آید، اما فعلا مردم بیشتر از عسل ولایت فرا استفاده می‌کنند و حتی این عسل در ایران به قیمت چندین برابر عسل ایرانی به فروش می‌رسد. عسل ایرانی و خارجی که نه کیفیت از مردم مطالعه نکرده، اما به قیمت ارزان‌تر و بازارهای داخلی به فروش می‌رسد. در صورتی که می عسل ما اضافه تر از 2 لک تومان که تقریبا 3800 افغانی میشه به کشورهای ایران به فروش می‌رسد. مسئولان ریاست زراعت ولایت فرا نیز از بالا بودن کیفیت عسل ولایت سخن میزند. با گفته آنها تولیدات عسل در این ولایت در سال جاری بیش از 8 تن پیش بینی شده است که این رقم خیلی بالایی است. گپ خوشحالی است که این عسل ما نظر به عسل کشورهای که از کشورهای بیرون میآید کیفیت از بسیار عالیه، بسیار دارای کیفیت بسیار خوب است. تنوع گیاهی که اینجا وجود داره در ولایت فرا معمولا بالای کیفیت عسل تاثیرات بسیار خوب و بسیار مثبت میگذاره و ریاست زراعت هم برنامه و پروگرام‌های بسیار خوب داره. مسئولان مربوطه وجود نبات‌های طبیعی در ولایت را سبب بالا بودن کیفیت عسل می‌داند. قابل ذکر است که ولایت فرا انواع سبزیجات و میوه‌جات رشد خوب نموده و در این اواخر صنعت عسل نیز توسعه خوبی داشته است.